خوش اومدید به ویدیو. داخل این ویدیو میخوایم آموزش استاپا بذاریم. کانال رو دنبال کنید. اسم کانال تازدیکس، لطفا لایک و سابسکرایب نره، کامنت بذارید و زنگوله رو هم بزنید. کامنت انگلیسی، البته اون چیز انگلیسی هم رو ان ببرید. چنلش تازدیکس، چنل منم پرومکس استودیو چنل، اونم لطفا داد کنید. عکس دو عزیز هست رو پروفایل. برید ترامپ و نتانیاهو. لیتس گو. خب توپو میگیریم میزنیم هوا. بچه حالت انتهای ویدیو قرار خود آقای فیلم بردارم بیاد. بله خودم هم تشریف میارم. بله من اینجام. سلام. ایشون هم که خواهرمون، ایشون هم آقای تاهان. اینو میگیریم، اینو میندازیم هوا. به پا دقت کردید دوستان؟ ببخشید آقا، تا یه زاویه دیگه هم لطفا بزنید، از اینجا دوستان بهتر بتونن ببینن، بچه‌ها بتونن ببینن. بفرمایید. اینطوری بزنید تو پاتون سور می‌خوره. بله. DSP سمن سورن ماشین فقط سمن سورن. بزنید که اینطوری کنید. پای منو یه بار دیگه برید. اینطوری کنید. بله. انگشتار بدیم بالا، ولی اونجوری زیر نباشه. درسته. آره. مثل حالت روپای دوستان این شکلی. آره. یا این شکلی. اینطوری نباید باشه. ببین این شکلی نباید باشه. اگه اون شکلی باشه. این شکلی نباشه، این شکلی باشه. اگه اون شکلی که گفتم نباشه این اتفاق میفته. بفرمایید. این دوستان سر میخوره، از دستش میره، از پاش، ببخشید، از پاش میره، از پاش. خب خیلی ایزی تو کنید رو دادی. حالا آقای فیلم بردارم میخواد چیز کنه. ایشون هم که آقا پارسان دارن ماینکرافت پلی میدن. عشق دنبالتون نره. بله چشم. بفرمایید. خب دوستان حالا آقای فیلم بردار بیاد انجام بده. خب آقای یه فیلم دقیقه بردار. صبر کن دوست عزیز. خب دوستان ادامه ویدیو. اینجا میخوایم رو هدی رو بهتون یاد بدیم. این هد رو میخوایم بهتون یاد بدیم. حالا برید. بچه همین هدی که میبینید میزنه، فکر نکنید کار سختیه، کار آسونیه، خیلی از سخته. ببین سامی زیاد مثلا کارش سخته نیست، مثلا هوای فکر کنه خیلی سخته، ولی مثلا اگه دیده باشید رونالدو یه بار با پرش 290 متریش اینو زده. ولی خب ببینید این پرش خیلی کار آسونه، فقط شما باید با اینجا تو، یعنی دقیقاً بالای پیشونیتون زوم بکنم. ببینید اینجا با بالای پیشونیتون بزنید که تو جهشش بیشتر بشه. ولی مثلا با پیشونی بزنید اینجوری. دیدید؟ یه بار دیگه بزن. ببینید دیدید؟ گفتم. یا مثلا روی سر بزنید، اینجوری بزنید، این خوب نمیشه اینجوری بزنید. ولی خب بخواید روی اینجاتون بزنید بالای پیشونی خیلی بهتر خیلی میشه. بهتر میشه. یه بار دیگه ببینید سرعتو، دیدید اصلا نتونستم. سرعت بیشتر توی توپ جمع میشه، نیروی بیشتر بهش وارد میشه، یعنی زمین بیشتر نیروی وارد میکنه. خب دوستان این به این وارد کنه بستگی داره. مثلا شما بگید پرت کنید ما برای من، مثلا از یه جهت باشه بزنید، این از هر جهت باشه اینو میبینید، این خطر رو یه دقیقه این خطر میبینید، این از همینجا رد شد با همینجا بزنید. دقیقاً. اینو بگیرید لطفاً آقای فیلم بردار. یه دقیقه دوستان من دوباره صفحه مثل ویدیو ماینکرافتم. خود دوستان خواهی میکنم دوباره صفحه مثل ماینکرافت شد. ویدیو سورواوری که گرفته بود اگه یادتون باشه صفحه‌مون نوری شده بود. خب ادامه آموزش. شما ایشونو بگید تو پر بگیرید. دقت کنید دوستان، یه دقیقه من زوم کنم. بله زوم کنید. دقت کنید. ببین این به گوش خورد، این به گوش خورد. بله یکم بالاتر دوستان خیلی بد انداختم. دیدید؟ این قشنگ با ملاجت قشنگه، با اینجا با ملاج اینجوری قشنگ. دقیقاً هیچگاه. آره دقیقاً مثلا درد خاصی هم نداره، چون اینجا فقط سخونه درد و حسه میکنید. بله. حالا اگه بخواین پاس برقب بزنید بکه، دیدید با اینجا سر بزنید، دوباره اینجا یه استخونی هست با اینجا بزنید. حالا این چون میزونی یا مثلا معلوم هم نباشه اشکال نداره. خودت من خودم همین دریبل رو بلد نبودم. دیدی دوستان ها پس کله بزنید، اگه پایین بزنید نمیشه. دقیقا. خب دوستان خب دوستان بریم دریبل.
خب دوستان فکر کنم تا همینجا ویدیو کافی باشه. بله لایک و ساب و دنبال این چیزا یادتون نره. چنل من دنبال کنه پرو مکس استادیو. بله من از این ویدیو سبک ویدیو توش زیاد میذارم. بله دوستان اگه دوست دارید آموزش بعدی آموزش دریبل آموزش اینجوری باشه. نه آموزش دریبل اسمشو نمیدونم یه دقیقه بده من خودم میدونم دریبل شما چیه. ببین آره اینجوری دوستان این با این توپ نمیشه ببینید اینطوریه نمیشه ببینید میره زیر ببین دوستان این یه دقیقه میخوام بلندش کنم. اگه میخوان به اینجا بیار لوکیشن رو میده بهتون. خب دوستان تا همینجا ویدیو بعد دیگه دوستان دستتون نرکن تا همینجا آقا تاها چیه؟ اوکی دوستان خدافظ تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. فعلا بای 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 بای. See you later.